سلام رفقا، عرض ادب، خوش اومدید به شیمیستری. این اولین قسمت از بازده درصدیه. توی این ویدیو میخوایم مفهوم بازده درصدی رو معرفی کنیم و با مفاهیم مقدار عملی و مقدار نظری آشنا بشیم. توی جعبه ابزار استوکیومتریمون یه عالمه رابطه داریم. هم‌ارزی بین تعداد ذره‌های تشکیل دهنده ماده، هم‌ارزی بین مول ذره‌های تشکیل دهنده ماده، هم‌ارزی بین تعداد ذره‌ها و مول، بین مول و جرم، مول و حجم و روش‌های به دست آوردن حجم مولی، هم‌ارزی بین مول مواد شرکت کننده در واکنش که از اینجا استوکیومتری واکنش رو شروع می‌کنیم و بعدش هم رابطه درصد خلوص. هر کدوم این رابطه‌های هم‌ارزی رو اگه یادتون رفته میتونید با مشاهده ویدیوهای قبلی اونا رو مرور بکنید. مقدار فراورده تولید شده توی یک واکنش یکی از کارهای مهمیه که ما توی استوکیومتری پیش بینی و محاسبهش میکنیم. توی این سوال گفته در اثر واکنش 100 گرم آهن 56% خالص با مقدار کافی مثل 2 سولفات چند گرم مس تولید خواهد شد. ناخالصی ها با مثل 2 سولفات واکنش نمیدن. سوال رو حل کنید بعد ادامه ویدیو رو ببینید. اطلاعاتی که سوال بهمون داده اینه که جرم کل آهن 100 گرمه، درصد خلوصش 56% و جرم مس رو از همون میخواد حساب بکنیم. جعبه ابزارمون رو داریم. مسئله استوکیومتری واکنش رو با روش 3 گام حل میکنیم. گام اول تبدیل اطلاعات سوال به موله، یعنی باید جرم آهن رو به مول آهن تبدیل کنیم. ولی ما جرم کل آهن داریم که به مول تبدیل نمیشه، پس باید اول جرم خالصش رو به کمک رابطه درصد خلوص محاسبه کنیم. این درصد خلوص میشه جرم خالص به جرم کل. پس میتونیم با جاگذاری کردن درصد خلوص و جرم کل که داریم جرم خالصه رو محاسبه بکنیم 56 گرم. حالا یه مول آهن هم که با توجه به جرم مولیش هم‌ارز 56 گرم آهنه، 2 تا کسره تبدیل بهمون میده. من میخوام جرم به مول تبدیل شه، پس این کسره تبدیل رو انتخاب میکنم. گام دوم تبدیل کردن مول آهن به مول مس. معادله واکنش که یه واکنش جابجایی یگانه است رو مینویسم. معادله موازنه شده هست، ضریب نمیخواد. از اینجا میفهمم که یه مول آهن با یه مول مس هم‌ارز، 2 تا کسره تبدیل بهم میده. میخوام مول آهن بشه مول مس، پس این کسره تبدیل رو انتخاب میکنم. حالا باید جرم مس رو حساب کنم. جرم مولی مس 64، پس 1 مول مس هم‌ارز 64 گرمه. 2 تا کسره تبدیل میده، چون میخوام جرم مس رو به دست بیارم این کسره تبدیل رو انتخاب میکنم. برای رسیدن به جواب سوال میگم علامت سوال خواسته مسئله مساوی اطلاعات سوال ضرب در کسره تبدیلایی که انتخاب کردم. جواب به دست میاد 64 گرم مس. اون مقدار واقعی فراورده تولید شده به نظرتون همین 64 گرمه، یا کمتر از 64 گرمه، یا بیشتر از 64 گرم؟ به این یه خورده میخوام الان فکر بکنید بعد ادامه ویدیو رو ببینید. جواب اون سوال رو در ادامه با همدیگه پیدا میکنیم. برای پیدا کردن جواب این سوال میخوایم با یه ماده که تو شیمیایی هم میخونیمش آشنا شیم، یعنی بنزن. یه هیدروکربنیه که تو نفت خام وجود داره و تو صنایع شیمیایی کاربردهای فراوانی داره. از بنزن در تهیه پلاستیک ها، رزین، الیاف، روان کننده، رنگ، پاک کننده و خیلی چیزهای دیگه استفاده. این هم ساختار بنزنه، یه حلقه 6 سلی از اتم‌های کربن که یکی در میون پیوندهای دوگانه داره و هر اتم کربن به یه اتم هیدروژن وصل شده. ساختار بنزن رو به شکل خلاصه شده اینجوری رسمش میکنه. یکی از موادی که به کمک بنزن تولید میشه اسمش کلروبنزنه که کاربردش به عنوان حلال تو صنایع شیمیایی. این معادله واکنش تولید کلروبنزنه. بنزن با کلور واکنش میده، تبدیل میشه به کلروبنزن که ساختارش رو میبینید به علاوه هایسیه. با توجه به اون معادله واکنش در اثر مصرف 1 مول بنزن میخوایم ببینیم چقدر کلروبنزن تولید میشه. مول بنزن رو داریم 1 مول.
مول کلوربنزن رو میخوایم، این هم جعبه ابزارمون. اما مول یه ماده میخوایم برسیم به مول ماده دیگه، همارزی بین مول مواد رو لازم داریم. این معادله واکنش ضریب به هم بنزن هم کلوربنزن یکه، پس یه مولشون با هم همارزه. دو تا کسر تبدیل میده، چون میخوایم مول کلوربنزن رو حساب کنیم این کسر تبدیل رو انتخاب میکنیم. علامت سوال خواسته مسئله مساوی اطلاعات سوال ضرب در کسر تبدیلی که انتخاب کردیم، میشه همون یه مول کلوربنزن. حالا اگه بدونیم تو ظرف واکنش بین بنزن و کلور هر دوی این واکنش ها انجام میشه، واکنش ها رو نگاه کنین. واکنش پایین که واکنش تولید کلور و بنزنه، تو واکنش بالا حلقه بنزن با 3 تا مولکول کلور واکنش میده، یه واکنش افزایشی اتفاق میفته و اون ترکیب به دست میده. هر دوتای این واکنش ها وقتی بنزن و کلور رو با هم مخلوط میکنیم انجام میشه. حالا با توجه به این وقتی یه مول بنزن مصرف شه چقدر کلور بنزن تولید میشه؟ همون 1 مول، بیشتر از 1 مول یا کمتر از 1 مول؟ یه مول بنزنمون توی هر دوی این واکنش ها قرار شرکت کنه. پس همه این یه مول بنزن تو واکنش دوم که واکنش هدف ما شرکت نمیکنه. کمتر از 1 مول بنزن تو واکنش دوم مصرف میشه. هر چقدر بنزن توی این واکنش شرکت کنه همونقدر کلور بنزن تولید میشه دیگه. پس بنزنی که تو واکنش مصرف شده کمتر از 1 موله، پس کلور بنزنی که تولید میشه هم کمتر از 1 موله. با توجه به این مثاله میفهمیم که توی واکنش‌های شیمیایی امکان داره که واکنش‌های فرعی انجام بشن که انجام این واکنش‌های فرعی میزان فراورده تولید شده رو کم میکنه. همین خاطر مقدار واقعی فراورده تولید شده از اون چیزی که ما با استوکیومتری پیش بینی میکنیم کمتره. به اون فراورده‌ای که توسط استوکیومتری پیش بینی شده میگیم مقدار نظری و به اون چیزی که در عمل تولید میشه میگیم مقدار عملی. مقدار عملی قابل تبدیل شدن به مول برامون نیست. یعنی اون چیزی نیستش که از استوکیومتری روش سگان به دست میاد. به خاطر همین یک کمیتی لازمه که این مقدار عملی و نظری رو به همدیگه ربط بده، چون اون مقدار نظریه که تو روش سگان وارد میشه یا از روش سگان به دست میاد. اون کمیت اسمش بازده درصدیه که میشه مقدار عملی تقسیم بر مقدار نظری ضرب درصد. نکتهش اینه که این مقدار عملی و نظری باید حتما از یه جنس کمیت باشن، یعنی یا جفتش تعداد باشه یا جفتش مول باشه یا جفتش جرم باشه یا جفتش حجم باشه. بسته به سوال یکی از اینا رو بذار. باید یکای یکسانی هم داشته باشه، مثلا اگه جرمه جفتش یا گرم باشه یا کیلوگرم، نمیشه یکیش گرم باشه اون یکی کیلوگرم. و نکته مهم بعدی اینه که هر دو باید به یک ماده مربوط باشن، یعنی نمیشه مقدار عملی یه ماده رو به مقدار نظری ماده دیگه تقسیم کنیم. پس به جعبه ابزارمون یه رابطه جدید اضافه شد، بازده درصدی مساوی مقدار عملی تقسیم بر مقدار نظری ضرب درصد. امیدوارم براتون مفید بوده باشه رفقا.